بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به فروردینی عزیزم. امیدوارم که حال دلت امروز عالی باشه. به کانال فال طوفان خوش اومدین. فروردینی عزیزم، از امروز فال عمومی که واسهتون میگیرم ساعت 12 ظهر، فال قهوه ساعت 6 و فال چای که قراره گرفته بشه ساعت 9 شب قرار شده توی کانال بذارم. اگه نظری داشتین یا دوست داشتین ساعتش تغییر کنه توی کامنت ها برام بنویسید که ببینیم رأی اکثریت چجوریه که ساعت رو طبق سلیقه شما تو همون ساعت بذاریم. فالو لطفاً توی مکان آرام بشینید فروردینی عزیزم، نیت کنید تا ببینیم فال طوفان واسه شما عزیزانم امروز چی رو میخواد رقم بزنه. یک عشق رو میبینم تو نزدیکی شماست، اما تو هنوز نمیدونی چی میخوای از خودت یا چی از عشقت میخوای. باید زمان بگذره تا تو متوجه یک سری از حقایق توی زندگیت بشی. توی فالت دارم میبینم فروردینی عزیزم، احتمال داره که دوستانتون امروز شما رو به یک جایی واسه تفریح دعوت کنن یا ازت بخوان که با هم برین بیرون، اما زیاد انگار حوصله این کار رو نداری. جدا از این مسئله، چیزی که دارم میبینم شرایط مالیتونه یه مقدار به هم ریخته. پس بهتره اگه نمیخواین به مهمونی برین یه نفر رو دعوت کنید تا از تنهایی در بیاین. فروردینی عزیزم، توی فالت دارم میبینم یه نفر میاد بهت یه پیشنهادی میده، میگه بیا اگه دوست داری با هم یک کاری رو شروع کنیم. اینو توی فالت دارم میبینم، ولی چیزی که مهمه اینه که شما هم خوب اول تحقیق کن در مورد اون شخص، بعد اگه خواستی میتونی اون کار رو شروع کنی. یک سری موانعی رو میبینم سر راه عاطفیتون، همون سر راه احساسیتون بین شما و شخص احساسی که خدا رو شکر در حال حل شدنه. انگار سر یه موضوعی موندی چی کار کنی، یه مقدار بلا تکلیفی. با گذشت زمان از این بلا تکلیفی در میه و مشکلت حل میشه. تو هر زمینه‌ای که میخوای فعالیت کنی فروردینی عزیزم، عجولانه تصمیم نگیر. یه اتفاقات خوب در شرف اتفاق تا اواخر ماه آینده. یه معجزه دارم میبینم توی زندگیت قرار رخ بده و باعث خوشحالیت میشه. یه پول بزرگ مثل یک وام برای یک گروه تو ارث رو میبینم، یا برنده شدن توی قرعه کشی به دستتون میرسه از این سه حالت که اصلا فکرش هم نمی کنی، به صورت غیر منتظره به دستتون میرسه و وارد زندگیتون میشه. اگه قصد خرید چیزی رو دارید، مثلا ماشین میخواین بخرید، موتور، خونه یا هر حتی یه وسیله کوچیک، براتون خوب و مبارکه. یه شخصی رو میبینم که شما رو دوست داره، خیلی هم دوستتون داره، یه جورایی به شما وفاداره، ولی به خاطر یک سری مسائل انگار از هم دور شدید، ولی دوستتون داره و دوست داره زندگی خوبی رو کنار شما تجربه کنه. یکی از آرزوهاشه. یه مشکلی دارید که ممکنه بیشتر برای بیشترتون دارم میبینم مالیه در حال حاضر، ولی یک شخصی میاد یک جورایی به شما کمک میکنه. حالا شاید کمکش زیاد نباشه، ولی یه مقدار انگار این ناراحتی ها رو از دوشتون بر میداره. توی روابط احساسیتون شخص احساسی خیلی بهتون توجه داره و دیگه اینکه یه جورایی به شما وفاداره، یکم دلخوره ازتون که این به امید خدا رفع خواهد شد. اینجوری نیست که بخواد به دلخوریش ادامه بده. توی فالتون دارم میبینم فروردینی عزیزم، هیچ وقت فال طوفان میگه تو زندگیت ناامید نباش. به لطف خداوند شما میتونید زندگیتون رو سر و سامان بدین و شادی و آرامش توی زندگیتون به وجود بیاد. بهتره که به اتفاقایی که دور برت میافته خوشبین باشی تا اتفاقات خوب توی زندگیت رخ بده.
زیاد گاهی اوقات قصه میخوری و غم به دلت راه میدی. با دوستایی که خوب هستن، یک رنگ صمیمی هستن، میتونی صحبت کنی. ولی چیزی که مهمه تو انتخاب دوستت خیلی دقت کن. بعضی از دوستاتو میبینن فقط میان کنارت میشینن، فقط حرف میزنن. اینا فقط در ظاهر با تو خوب هستن، تو روزهای سختی تو رو کنار میذارن. ماه اردیبهشت. سلام و درود به اردیبهشتی عزیزم. امیدوارم که حال دلت امروز عالی عالی باشه. به کانال فال طوفان خوش اومدید. اردیبهشتی عزیزم، قرار بر این شده که فال عمومی رو ساعت 12 ظهر، فال قهوه ساعت 6 و فال چای رو ساعت 9 شب بذارم تو کانال. بازم نظرات شما برای من خیلی مهمه. اگه دوست داشتین، تمایل داشتین، میتونین کامنت بذارین، ساعتی که دوست دارین رو بگین تا ببینیم رأی اکثریت چجوریه. طبق رأی شما اون ساعت فالا رو بذارم. از همه تونم ممنون و سپاسگزارم که از من و از کانالم حمایت میکنید. اردیبهشتی عزیزم، تو فالت دارم میبینم که دیگه نوبتی هم که باشه نوبت شما هاست که موفقیت شامل حالتون بشه. از پیروزی اطرافیانت هم بی بهره نمونی. مواظب دوروبر خودت باش. یک چند نفری رو میبینم که میخوان واسه تو یک دردسری درست کنن، یه ناراحتی، میخوان تو رو به زحمت بکشونن، دنبال یه حیله‌ای هستن. ممکنه این اشخاص خب حتی از دوستانتون باشه. حواستون باشه. تو زندگیتون میبینم دلتنگ شخصی هستید، خیلی زیاد دلتون براش تنگ شده. یه دیدار رو واسهتون میبینم ولی نه به این زودی و این دلتنگی از بین میره و یه حس خوشایندی توی زندگی برای شما عزیزانم رخ میده. یه حس خیلی خوب. اردیبهشتی عزیزم، توی فاله دارم میبینم که تو آدمی هستی پر انرژی و دوست داری این انرژی رو یه جوری تخلیه کنی. مسئولیت های زیادی رو دوشته. گاهی اوقات اجازه نمیده که اونطور که باید شاید به تفریحاتت برسی. انگار مشغله کاریت زیاده. گاهی اوقات میبینم آخر شب خیلی ناراحت و عصبی هستی، بی حوصله‌ای. اگه میخوای تو رابطه عاطفی تو موفق بشی، باید خودت رو خیلی درگیر خیلی از مسائل نکنی، یعنی به حاشیه ها نری، چون به حاشیه رفتن تنها دلخوری میاره بین شما شخص احساسی. تنها راهی که رابطت خوب بشه اینه که یه مقدار خونسردیت حفظ کنی. میتونی شما به شخص احساسیت ابراز محبت کنی و دوست داشتن تو همه جوره بهش نشون بدی. توی فالتون دارم میبینم اردیبهشتی عزیزم، یک کاری انگار مد نظرته، خب در مورد کارتون یک کاری مد نظرته و داری تو اون زمینه تلاش میکنی. اگه مشکلی توی این کار هست به زودی خبر خوبی دریافت میکنی. به زودی کسی که دوستش دارید برای مدت، این برای یک گروهی که باز خیلی رابطه ها خوبه، از کنارتون میره. یه آرزویی دارید که برای رسیدنش خیلی عجله دارید ولی باید یه مقدار صبر داشته باشید. مشکلاتتون چه لحاظ کاری و چه احساسی حل میشه. یکم زمان میبره. برای اون دسته که تنها هستن برای ازدواج اصلا عجله نکنن. اگه خواستگاری براشون اومد قبلش قشنگ تحقیق کنن، بدون تحقیق جواب ندن. تو محیط کاریتون مراقب باشید تا مشکلی پیش نیاد، به خصوص دیدارهای کاریتون اگه شخصی باشه درد سرساز میشه. و یه نفر میبینم در صدد اینه که برای شما مشکلی درست کنه. به زودی با شخصی که دوستش دارید صحبت خواهی کرد. توی روابط احساسیتون دلتنگی رو برای عشقتون خیلی به وضوح دارم میبینم. ماه خرداد. سلام و درود به خردادی عزیزم. امیدوارم که حال دلت امروز عالی عالی باشه. به کانال فال طوفان خوش اومدید. خردادی عزیزم، قرار بر این شده که فال عمومی رو ساعت 12 ظهر، فال قهوه رو ساعت 6 و فال چای رو ساعت 9 شب بذارم توی کانال. بازم شما عزیزان اگه
ساعتش رو دوست ندارید توی کامنت ها برام بنویسید که چه ساعتی بهتره تا ببینیم رأی اکثریت چجوریه. طبق همون رأیی که داده میشه اون ساعت براتون فالا رو بذارم. توی مکان آروم بشین خردادی عزیزم، نیت کن تا ببینیم فال طوفان امروز چی رو واسه شما رقم میزنه. انگار یک کاری رو میبینم میخواین انجام بدید که نمیتونید از پسش بر بیایید و این باعث شده خیلی فکرت مشغول بشه، حواست خیلی پرته، انگار یه جورایی دست و پاتو بستن، نمیتونی. اینا هم به خاطر وجود شخصیه که میاد به شما خیلی حسادت میکنه و در حال رقابت با شماست. همین فکر تو رو خراب کرده، وگرنه توی خردادی هستی، انقدر با اراده و با عرضه هستی که از عهده همه کارات بر بیا اگه دلت بخواد. در حال حاضر یه خوشحالی براتون میبینم پیش می، ولی کوتاه مدته. برای مجردین پیشنهاد دوستی رو میبینم با شخصی که دوستش دارید. یه قول و قراری به شما داده شده که شرایط و مشکلاتی باعث شده که فعلا بهش عمل نشه. توی روابط احساسیتون یه شخصی رو میبینم قصد جدایی بین شما رو داره که موفق نمیشه، ولی ناراحتی و اعصاب خردکنی براتون درست میشه. ولی در کل هر دوتاتون خیلی دلتنگ هم هستین. یه تلفن و یک دیدار رو دارید که بین شما و شخص احساسیتون هست. یک نظری کردین، یه حاجتی داریم که به امید خدا حاجت روا خواهی شد. از طرف کسی برای توی پیغامی میرسه که تو فکرشون نمی کردی. انقدر درگیر مسائلت هستی که متوجه اطرافت انگار گاهی اوقات نمیشی. بعضن کسانی هستن که شما رو دوست دارن ولی تو اونا رو نمیبینی. باید نسبت به آیندت یه جورایی امیدوار باشی، اینجوری نباش که توی زندگی همیشه ناامید باشی. آینده خوبی رو واسه دارم میبینم خردادی عزیزم. یک تغییر و تحولاتی هم تو زمینه کاریت به وجود میاد. این تغییر و تحولات باعث میشه به یه آسایشی برسی. انگار داری الان تو مسیر درست قدم میذاری، راه درسته. یه حادثه عجیب واسط رخ میده که کمتر از معجزه نیست. این باعث میشه که بین دور و بریات کمالاتت بیشتر بشه، محبوب تر بشی. یه بلایی رو میبینم که مواظب باش از کنارش رد میشی، خدا رو شکر. یه خطری رو واسط میبینم، ولی بهتره که حواست رو بیشتر جمع کنی و صدقه بذار تا از این خطری که در نزدیکت ایمن باشی خردادی عزیزم. ماه تیر، سلام و درود به تیر ماهی عزیزم. امیدوارم حال دلت امروز عالی باشه. به کانال فال طوفان خوش اومدی. تیر ماهی عزیزم، قرار بر این شده که از امروز به بعد دیگه فال عمومی رو ساعت 12 ظهر، فال قهوه رو ساعت 6 و فال چای رو ساعت 9 شب بذارم. باز هم شما نظراتتون رو بنویسید. نظراتتون برای من خیلی مهمه، با ارزشه، تا ببینیم اکثریت نظرشون چیه، ساعت چند این فالا رو بزنیم. از همه تون ممنونم که از کانال خودتون حمایت میکنید. توی مکان آروم بشین تیر ماهی عزیزم تا ببینیم فال طوفان چی رو میخواد بگه. فال طوفان داره میگه قرار نیست که همیشه همه کارها اون جوری باشه که تو میخوای. یه مقدار باید تحمل داشته باشی، صبر داشته باشی و اینکه هیچ کاری با دعوا، با زور به دست نمیاد. برای پیشرفت سعی کن هر کاری رو با عقل و تدبیرت ادامه بدی، نه به واسطه زور. یه خبر خوشحال کننده از طرف دوستانتون دریافت خواهیم کرد که یه موفقیت و سربلندی توی زمینه کاری براتون به وجود میاد و شما رو به اون آرزوی قلبی که میخواین میرسونه. نسبت به یه موضوعی هم میبینم دست به دعا شدی. از نظر شغلی و مالی تو شرایط گاهی برای گروهتون دارم میبینم انگار مناسبی زیاد به سر نمیبرید.
همین موضوع خیلی شما رو مشغول کرده، نگران کرده، اما بدونید که این شرایط خیلی مقطعی و موقتیه. به زودی مشکل شما حل میشه. بهتره که یه مقدار به خودتون استراحت بدید، بیرون برید، تفریح کنید، رستوران برید. اگه هزینه‌شو ندارید میتونید برین بیرون قدم بزنید، برین تو پارکی، به هر حال یه جایی برید که فکرتون یه مقدار آروم بشه، یا یک تایمی رو بذارید برای کسی که دوستش دارید و کنارش وقت بگذرونید. بهتره که خیلی ساده از کنار خیلی چیزها رد نشی. اگه میخوای به رابطه عاطفی خودت یه تغییراتی بدی، حتی خب از تغییرات کوچیک نترس، یه مقدار عمیق‌تر فکر کن. توی فایلتون دارم میبینم یه نفر تو محیط کار میاد یک حرفی میزنه، بین دوتا از همکاراتون یک دعوایی پیش میاد. بهتره که شما هیچی نگین، شما سکوت کنید، چون اگه حرفی بزنید فردا این کسی که آدم بده میشه شما هستید، اینو مطمئن باشید. این روزها ممکنه یه مقدار سردردات بیشتر شده باشه، معده درد نمیشه اضافه شده باشه که برطرف میشه، بیشتر عصبیه. بهتره مراقب سلامتیتون باشین، چون گفتم این بیشتر عصبیه و ممکنه براتون مشکل درست کنه. کسی کنارتونه که قصد ضربه زدن به شما رو داره، کسی که داره رقابت میکنه با شما، ولی شکر خدا نمیتونه کاری به جایی پیش ببره و نمیتونه به شما صدمه بزنه. اگه قصد سفر و جای رفتن دارید صبر کنید که فعلا خوب نیست. توی روابط احساسیتون شخص احساس خیلی ناراحت از شما و احساس تنهایی میکنه. یه مقدار رابطتون سرد شده، باید روی این رابطه یه مقدار صبر کنید تا درست بشه. یه مقدار دیدارتون رو میبینم که به تأخیر میافته. ماه مرداد، سلام و درود به مردادی عزیزم. امیدوارم حال دلت امروز عالی باشه. مردادی عزیزم، قرار بر این شده که از این به بعد فال عمومی ساعت 12 ظهر، فال قهوه ساعت 6 و فال چای ساعت 9 شب براتون گذاشته بشه. باز هم توی کامنت ها لطفاً بنویسید آیا ساعتش خوبه یا نه، یا چه ساعتی رو مد نظرتونه، تا ببینیم رأی اکثریت چجوریه. از همتون ممنون و سپاسگزارم بی نهایت. مردادی عزیزم، توی مکان آروم بشین، نیت کن تا ببینیم امروز فال طوفان داره برات چی میگه. یک اتفاق قراره این روزها برات رخ بده، یه خبر خوب توی زمینه مالی هم دریافت میکنی. منظورم از خبر مالی دوستان حتما یه مبلغ زیادی نیست، شاید یه پول خیلی کوچیک باشه، ولی این به شما میرسه. یه شخصی یه خبر یا یه پیشنهادی در مورد یه کاری رو به شما میده که اوضاع مالیتون رو اگه گوش کنید و انجام بدید خوب میشه. شما به دنبال تحصیلات و یاد گرفتن توی یه حرفه و یه شغل خودتون هستین. توی این زمینه اگه ادامه بدید موفقیت همراه شماه. اگه خانم متعهل هستید براتون یه بارداری ناخواسته رو میبینم. اگه نه یه خبر بارداری به تولد یه فرزند دختر رو دریافت میکنید. یه سفر راه زیاد دورم خواهین رفت. توی روابط احساسیتون عشقتون درسته یه مقدار رو به سردی رفته رابطتون، ولی با یه پیام و یه تماس دوباره رابطه خوب میشه و حال جفتتون از اینی که هست میبینم خیلی بهتر میشه. توی زمینه عشق و روابط عاطفی تحول فوق‌العاده‌ای رخ میده که یه جورایی برای بعضیاتون میبینم تعیین کننده هستش. یکی از اطرافیانتون میبینم مردادی عزیزم حال خوبی نداره، انگار تو این شرایط کاری از دست شما بر نمیاد و شما نسبت به اون احساس مسئولیت میکنید، اما بهتره یه مقدار تنهاش بذارید.
امروز فرصت مناسبی برای شما فراهم میشه تا یک کار مثبت تو رابطه احساسی انجام بدی. شاید فکر کنی هنوز هم زمان این اتفاق نیفتاده و همه چیز آرومه، اما بهتره یک کاری انجام بدید. خودتون متوجه میشید که چه تغییرات خوبی بعد رخ میده تو رابطتون. مردادی عزیزم، دارم میبینم این روزها مدام نگران اوضاع زندگیت هستی. بهتره که اینقدر افکار بیهوده نداشته باشی، اینا رو از ذهنت خارج کن. به زودی به اون هدفی که تو سرت داری میرسی و شادی و آرامش توی زندگی شما هم میادش. به درگاه خدا میبینم دست دعا بلند کردی، انگار عاجزانه طلب مراد داری. یه بیمار رو گفتم در دور و برتون داری، کسی که بیماری یا خودتون. شما برای رسیدن به هدفت حاضر هر کاری بکنی، ولی روزگار تلخ میره کنار و روزگار خوب میاد. بهار برای شما نزدیک مردادی عزیزم. ماه شهریور. سلام و درود به شهریوریای عزیزم. امیدوارم که حال دلتون امروز عالی عالی باشه. شهریوریای عزیزم، قرار شده از این به بعد فال عمومی رو ساعت 12، فال قهوه ساعت 6 و فال چای رو ساعت 9 شب بذارم. باز هم شما عزیزان هر نظری که دارین لطفاً توی کامنت ها بنویسین که ببینیم رأی اکثریت چجوری، آیا ساعتش خوبه یا میخواین تغییر بدین. از اینکه از کانال خودتون و از من حمایت میکنید خیلی ممنون و سپاسگزارم. شهریوری عزیزم، بشین یک جای آروم و فالت رو گوش کن، ببین چی میگه امروز واسد. توی فالت میبینم تو که خودت همه چیز رو داری میبینی و همه چیز آگاه هستی. چرا انقدر قصه میخوری؟ گاهی اوقات کاری میکنی که احترام خودت رو از دست میدی. یه سرمایه اندکی داری، مواظبش باش. هرچی که تا به امروز بهش رسیدی به خاطر عقل و تدبیر خودت بوده. توی زندگیت شهریوری عزیزم، هیچگاه سعی نکن به اطرافیان دروغ بگی. حتی اگه با خودت بگی شاید این دروغ مصلحتی بوده، خب این کار رو نکن، چون با این کارت به دردسرهای خیلی بزرگتری میرسی و یه جورایی مشکلاتت انگار بیشتر میشه عوض که کم بشه. با یه شخصی میبینم یه قراری داشتی که کنسل میشه. از اونجایی که وقتتون رو خالی کرده بودید انگار حس سرگردونی دارید. نمیدونید چجوری وقتت رو پر کنی گاهی اوقات. اگه نتونستید به کارهای عقب مونده‌تون سامون بدین، بهتره فرصت رو بذاری با دوستانت بیرون بری یا تماس بگیری. زندگی عاطفی شما احتیاج به یه تغییر و تحول اساسی داره. احتیاجی نیست که حتما یک کار بزرگ برای شخص احساسی انجام بدی. نه، شما میتونی با همون زبون خوب و شیرینی که داری، با همون صحبت ها دل اونو به دست بیاری و رابطت رو به خوبی ببری. پس نیازی نیست که هدیه بگیری، کار بزرگ انجام بدید. نه، شما میتونید حتی با یه صحبت، یه گفتگوی معمولی رابطتون رو خوب کنید. حتی برای متأهلین عزیزم. به یه دوره همین میبینم دعوت میشید، یک مهمونی شد، خانوادگی یا دوستانه باشه. از لحاظ احساسی پیام یا تلفن بهتون زده میشه، دریافت میکنید برای انجام کاری توی دورایی قرار گرفتید که میتونه در مورد موضوعی که فکرتون رو مشغول کرده که فعلا بهتر عجله نکنید و انجامش ندید. اگه کسی رو دوست دارید، عزیزی یا شخص احساسیتون هست، خب انگار یه مدتی ازش خبر ندارید، یه مقدار صبر و حوصله کنید، بازگشت به سوی شما رو داره. توی روابط احساسیتون هر دو طرفتون توی دودلی قرار گرفتین نسبت به ادامه رابطه و اینکه آیا
دوتایی تو دلتون میگه این منو دوست داره نداره. فعلا فال طوفان میگه یه مقدار به هم زمان بدید، فرصت بدین تو رابطه احساسیتون. یه خانم رو میبینم که این خانم به عنوان یه رقیبیه که جدایی بین شما انداخته یا میندازه. فعلا برای یه گروهتون میبینم دیدار رو تا 4 وعده دیگه و باید سعی کنید این رقیب رو از توی رابطه‌تون پوچش کنید. اجازه ندین این خانم حرف ببره و بیاره. کلا کاری بکنید که این رقیب از زندگی شما بره تا رابطه‌تون به امید خدا بهتر و بهتر بشه. ماه مهر. سلام و درود به مهمایی عزیزم. امیدوارم که حال دلت امروز عالی باشه. مهمایی عزیزم، قرار بر این شده که از این به بعد فال عمومی ساعت 12، فال قهوه ساعت 6 بعد از ظهر و فال چای ساعت 9 واسه شما عزیزان توی کانال گذاشته بشه. باز هم نظرات خودتون رو بنویسید. اگه با ساعتش موافق نیستید یا اگه خوبه بگید. از همتون ممنون و سپاسگزارم که از کانال خودتون در این حمایت میکنید. مهمایی عزیزم، توی مکان آروم بشین و گوش کن فال امروزت رو. یه مشکل انگار داشتی تو گذشته، انگار داری هنوز افسوس اونو میخوری یا اشتباهی تو گذشته کردی، ولی مهم نیست که هر اشتباهی که توی گذشته انجام دادی. مهم اینه که زمان داره میگذره، در حال گذره. اشتباهی که کردی قابل جبران هست و میتونید شاید الان با خودتون بگید دیگه نمیشه جبران کرد. درسته، ولی با این وجود شما میتونید یه تجربه‌ای به دست آوردین. از این تجربهتون برای به دست آوردن چیزهای خوب و آرزوهای خوبتون از این تجربه استفاده کنید. این تجربه برای شما کارسازه. از لحاظ عاطفی دارم میبینم یه مقدار تحت فشاری. برای گروهتون میبینم خبر زندانی شدن یا درگیری قانونی به گوشتون میرسه و باعث ناراحتیتون میشه، ولی زمان زیادی نمیبره که برای اون شخص یا حتی ممکنه برای خودتون اگه مشکل قانونی پیش اومده ازش رها میشین. پس نگران خیلی نباشید. کسایی که تنها هستن و تو رابطه نیستن یه پیشنهاد دوستی و رابطه دارن. گاهی اوقات بهتره به سلامت خودتون اهمیت بدین مهمایی، چه از نظر فیزیکی و چه از نظر روحی. تو وعده 3 اتفاقی موجب شادی شما میشه. بیشتر میتونه تو رابطه احساسی باشه و اینکه برای عشقتون یه جورای دلتنگ هستید. اگه کار خوبی انجام میدید، کار خیر انجام میدید، براتون پیامد خوبی داره. توی روابط احساسیتون دوست داشتن و عشق وجود داره. ابراز علاقه دارید از طرفش و یه جورایی دوست دارین اون شخص رو خوشحال کنین. دارم میبینم انگار قصد دارین هر جو شده اونو خوشحال کنین. این روزها زمان مناسبیه برای تست کردن خودتون. حتی برای گروهتون میبینم دارین کارهای ارزی رو انجام میدید. تو مسابقات مختلف دارین شرکت میکنید. بهتره که فعلا دوروبر ارز و ترید و این کارها نرید، چون واسهتون خوب نیفتاده. به جای اون میتونید به خوندن کتاب، بیرون رفتن و دور هم بودن با دوستان و فامیلتون وقت بگذرونید. از طرف یه دوست قدیمیتون انگار طرد شدید، اما نمیتونید فراموشش کنید. قلبتون رو به روی افرادی که میخوان تو زندگیتون قدم بذارن باز کردید. یه حجمی از آینده روشن توی ذهنت دارم میبینم. واسه آیندت خیلی فکر میکنی، خیلی تو رویاها زیادی میرید، به خصوص شبا. اگه توی زندگی شخصیتون یه خصومتی دارید، این خصومت برطرف میشه. حس آرامش به وجود شما برمیگرده. واسه آیندت هم یه آینده خوب رو میبینم، یه آینده درخشان. گاهی اوقات دلشوده دارید و نگران چیزی یا کسی یا عزیزی هستید.
بهتره که به خداوند بزرگ توکل داشته باشید. خدا خودش همه مشکلات شما رو حل خواهد کرد. ماه آبان. سلام و درود به آبانی عزیزم. امیدوارم حال دلتون امروز عالی باشه. آبانی عزیزم، قرار شده از این به بعد فال عمومی رو ساعت 12، فال قهوه رو ساعت 6 و فال چای رو ساعت 9 براتون بذارم تو کانال. باز هم نظرات خودتون رو بنویسید ببینم موافق هستین با این ساعت یا نه. از اینکه از کانال خودتون حمایت میکنید خیلی ممنون و سپاسگزارم. آبانی عزیزم، توی مکان آروم بشین، نیت کن تا ببینیم فال طوفان چی میخواد واسط رقم بزنه. فال طوفان میگه هیچ کاری، هیچ راهی بهتر از درستی نیست. اصلا این دنیا ارزش اون رو نداره که برخلاف اون باشی. شما یک عمر زندگی شریفی داشتید. بهتره که حرف دیگران رو گوش نکنید و به راه اونها نرید تا زندگی خوبی که داری خراب نشه. شما اگه بخوای میتونید آرامش و آسایش رو توی زندگیتون به دست بیارید. باید انرژی های منفی رو از خودتون خارج کنید و به دنبال راه‌های درست توی زندگیتون باشید. اینجوری خوشبختی هم به سراغ شما میاد 100%. انگار این روزها دوست داری توی اتاق تنها باشی، دوست نداری هیچ کس مزاحمت بشه، حتی آدمایی که بهت خیلی نزدیکن، اما دور و بریان نگرانتن. پس بهتره که وقتت رو با اطرافیانت بگذرونی. یه رابطه عاطفی داشتی تو گذشته که الان این روزها انگار ذهنت رو باز درگیر کرده. مدام داری به این فکر میکنی چرا این اتفاقها برات افتاده. بهتره که دست از سرزنش خودت برداری و به آینده فکر کنی. مدام نشین به گذشته فکر کن که ای کاش این کارو میکردم، ای کاش اون کارو میکردم، یا اگه رابطه خراب شده رو ولش کن دیگه، اون مال گذشته بود و بهتره به الان توجه داشته باشی. اگه قصد خرید و فروش رو یه ملکی رو دارین، میخواین یک جایی رو دارین میخواین بفروشین، براتون سود خوبی خواهد داشت. یه مشکلاتی هم تو خانواده میبینم برای یه سری از افراد که میتونه به خاطر بی‌توجهی و بیخبری هایی باشه که نسبت به هم پیدا کردین. انگار یه جورای خانواده از هم دور شدید. سعی کنید بیشتر به هم توجه داشته باشین تا این مشکلات راحت براتون حل بشه. تو زمینه مالی مقدار نگران هستی، تو وعده 3 پولی به دستت میرسه. ممکنه این پول خیلی زیاد نیست، مبلغش کمه، ولی برای شما میتونه مشکلاتت رو حل کنه. کسی شما رو دوست داره و بهتون وفاداره. به دنیا آمدن یه فرزند رو توی خانواده میبینم که قدمش خیلی خوبه. این فرزند روزی داره و روزی داره براتون و شما اینو میبینید. شخص عاطفی شما رو دوست داره و میخواد براتون حتی یه زندگی خوبی درست کنه. مشکل مالی و احساسی اگر دارین، این مشکل تا 2 وعده دیگه براتون کمتر میشه و حل میشه. یه سفری دارین که خیلی زود هست، که خیلی زوده به نزدیک، یعنی خیلی زود این سفر براتون وسایلش فراهم میشه که برین. توی روابط احساسی تو یک دوستی که فکر بیشتر من خانوم رو میبینم، بین شماها یه کارایی کرده، یه مشکلاتی رو به وجود آورده و باعث ناراحتی بین هر دوی شما شده این شخص. ولی شخص احساسی شما رو در کل دوست داره و بهتون وفاداره. ماه آذر. سلام و درود به آذری عزیزم. امیدوارم حال دلتون عالی باشه. به کانال فال طوفان خوش اومدین. امیدوارم که امروز روز خوبی داشته باشه آذری عزیزم. قرار بر این شده آذریای مهربونم که از این به بعد فالمون رو، فال عمومی رو ساعت 12، فال قهوه ساعت 6 بعد از ظهر و فال چای رو ساعت 9 شب براتون بذارم تو کانال.
اگه ساعتش خوبه موافقین توی کامنت ها بنویسید. اگه ساعتش هم خوب نیست باز هم بنویسید چه ساعتی بهتره، ببینیم رأی اکثریت چجوریه که همون ساعت برای شما عزیزانم فالو رو بذارم. آذری عزیزم، یه اتفاق بزرگ میبینم توی زندگی رخ میده. یک مشکلی داری تو زندگیت، یک نذری کردی، حاجت روایی نزدیکه. اگه کار هنری یا آموزشی، یک کاری که داری توش فعالیت میکنی، یه شخصی هست که مقامش از شما خیلی بالاتر، به شما کمک میکنه که موفقیت چند برابر بشه. نتیجه اون آموزش هایی که دیدی مثبته. برای اون دسته که تنها هستن اومدن خواستگار وجود داره. از لحاظ مالی خانوادگیتون از نظر مالی یه خانواده‌ای دارین که موقعیتشون خوبه، عالیه. از ناحیه گوارش مثل معده درد گاهی دچار درد میشین، مثل معده، روده، اینا معده درد، اینا همه به خاطر اون اعصابی که هی خورد میکنی، خودتو اعصابتو خورد میکنی سر کارت یا تو زندگیت، این فشارهای عصبی باعث این درد میشه. بهتره به خودتون آرامش بدید، چون زندگی هر جوری که باشه میگذره. پس سعی کنید اونو با آرامش بگذرونید. استرست رو کم کن. یه هدیه بین شما و شخص احساسی رد و بدل میشه که باعث خوشحالیتون میشه. دوست داشتنتون دو طرفه. خب تا 2 وعده دیگه همدیگر رو باز ملاقات خواهیم کرد. انگار این روزهایی که از اون روزهایی که حوصله کار کردن نداری، دیگه خسته شدی، مدام به دنبال فرصتی برای فرار کردن از کارهات هستی. بهتره که از این تلفن زدنهای زیاد و صحبت کردنهای زیاد بپرهیزی، چون که این مکالمه شما رو به سمت بدی پیش میبره. نگران نباشید، با یه روز کار نکردن زندگیتون با آخر نمیرسه. یه پیاده روی سعی کن تو برنامه زیاد داشته باشی. یکی از دوستانتون رو میبینید که انرژی مثبت زیادی به شما منتقل میکنه. بهتره با کسایی که انرژی بالایی دارن بیشتر در رفت آمد باشید. به زودی تمام غم و اندوه زندگیتون از بین میره و به خوشبختی کامل میرسید. یه شادی و نشاط رو میبینم. از طرف شخص یک کمک مالی به شما کرده میشه، یک کمک پول و یه مقدار کمکی که از دستش برمیاد رو دارم میبینم در حق شما انجام میده. با یه نفر یه گفتگویی داشتی، از بابت اون خیلی ناراحت و دلگیر شدی، ولی صبر کن، چون اون طرف از این حرفی که زده و از این گفته‌ای که داره پشیمون میشه و به سمت شما باز میگرده و قرار نیست که روزگار همیشه یه جور باشه. آذری عزیزم، ماه دی، سلام و درود به دی ماهی عزیزم. امیدوارم حال دلت امروز عالی عالی باشه. به کانال فال توفان خوش اومدی. دی ماهی عزیزم، قرار بر این شده از این به بعد فال عمومیتون ساعت 12، فال قهوهش ساعت 6 و فال چای ساعت 9 برای شما عزیزانم توی کانال گذاشته بشه. اگه این ساعت براتون خوبه لطفاً توی کامنت ها بنویسید رضایتتون رو. اگرم خوب نیست، ساعتی که خودتون مد نظرتونه بگین تا ببینیم اکثریت چی میگن که همون ساعت فال ها رو تو کانال بذارم. از اینکه از کانال خودتون و از من حمایت میکنید سپاسگزارم. دیمایی عزیزم، شما کسی هستی بدون تأمل کاری رو انجام میدی. انگار یه چیزی ظاهری شما رو میتونه فریب بده، برای به دست آوردنش میرید هر کاری میکنید. شما یه سری موانع و مشکلاتی سر راهتون هست، اما ارزشش رو داره که سختی بکشید. تازه شما هنوز ابتدای راه هستید، مشکلاتتون از این به بعد شروع میشه. بهتره در مورد کاری که میخواین انجام بدید مشورت کنید، وگرنه این کار رو انجام ندید. یه مهمونی خیلی خوب دعوت میشین. توی مهمونی با یه شخصی روبرو میشید، به شما یه پیشنهاد کاری خوبی میده. بهتره که این پیشنهاد رو حتما قبول کنید، چون میبینم که به نفع شماست. به فکر یک شروع کارم هستی.
اما یه دفعه متوجه میشی که حساب مالیتون کافی نیست. از این رو بهتره اون رو به روزهای بعد موکول کنی. یه فرصتی براتون فراهم میشه که مدت‌ها انتظارش رو میکشیدید. اگه این فرصت برات پیش اومد سریع عکس‌العمل نشون نده. آروم پله پله قدم بردار تا هر چیزی تو زمان خودش به بهترین شکل برای تو اتفاق بیفته. هر انتظاری که از رابطه عاطفی خودت داری با شریک احساسی در میون بذار. هی تو دلت نکن. اگه حرفی داری بهش زنگ بزن یا رو در رو باش صحبت کن. الان زمان مناسبیه برای برآورده شدن خواسته های شما. با یه نفرم دیدار میکنی، یکی از دوستاتونه که مدت‌ها بوده که ندیدینش، یه دیدارم با اون شخص داری. یه مقدار دچار بدخوابی شدی، بیخوابی شدی، راجع به یه مسئله میبینم وجدان ناراحتی وجدان پیدا کردی و یه مسئله شما رو ناراحت کرده و شما رو داره اذیت میکنه. ممکن از نظر احساسی به هم ریختگی داشته باشین یا جوری باشه که یه مالی یا کسی رو از دست دادین که باعث غم و اندوه شما شده. یه افسردگی واسهتون میبینم. اگه بخواین به خودتون سخت بگیرین بدتر میشه. موقع خواب سعی کنید به خودتون هر جور شده آرامش بدین. با آرامش بخوابین، به چیزهای مثبت فکر کنین تا این مشکل براتون حل بشه. اگه بیمار هستین براتون بهبودی میبینم. برای اون دسته از عزیزانی که یکی از عزیزانشون رو از دست دادن نسبت به اون خیلی ناراحت و غم میخورن، دارم میگم که بهتره که آرامش خودتون رو حفظ کنید. این روزهای سخت برای شما هم میگذره با امید خدا. درسته که گذشتن از این روزها خیلی سخته ولی خب دیگه چاره نیست، زندگی ادامه داره. یه آقایی از شما ناراحته، یه کسی رو میبینم که شما رو حمایت مالی میکنه ولی نمیتونید مدت زیادی رو حرفش حساب باز کنید چون به زودی این حمایت رو از دست میدید. اگه شاغل هستید خب یه موقعیت بهتری براتون پیش میاد، اوضاع مالی بهتر میشه. توی روابط احساسیتون یه مقدار ناراحتی وجود داره و ازش دلخور شدین شما ولی براش ناراحت هم هستین. برای خانم‌های رقیب احساسی میبینم وجود داره ولی این رقیب خدا رو شکر کوتاه مدته. این هم همش بستگی به شخص شما داره، عکس العملتون چجوری باشه و چجوری با اون شخص برخورد کنید. ماه بهمن. سلام و درود به بهمنی عزیزم. امیدوارم حال دلت امروز عالی باشه. به کانال فال طوفان خوش اومدید. بهمنی های عزیزم، قرار بر این شده که از این به بعد فال عمومی ساعت 12، فال قهوه ساعت 6 و فال چای ساعت 9 گذاشته بشه. ولی شما بهتر نظرات خودتون رو بنویسید اگه موافق هستین با این ساعت. اگه نیستین اون ساعتی که مد نظرتونه بگین ببینیم رأی اکثریت چجوریه که طبق همون فال رو بذارم. در ضمن از اینکه از کانال خودتون و از من حمایت میکنید خیلی ممنون و سپاسگزارم. بهمنی عزیزم، توی مکان آروم بشین، نیت کن تا ببینیم فال طوفان چی رو میخواد واسهتون رقم بزنه. برای اون دسته که مجردن یه شخصی رو میبینم که بهشون یه پیشنهادی میده ولی بهتره در مورد این پیشنهاد خوب فکر کنید. یه پولی به دستتون میرسه، مقدارش کمه، مقدارش زیاد نیست. یک نظر و نیازی کردید، انگار به ائمه متوسل شدید ولی کمی زمان میبره تا به امید خدا حاجت روا شوید. یه هدیه میبینم یا یه خبر خوب که دریافت میکنید. توی روابط احساسیتون یه مقدار جدایی رو هستش، فاصله هست با تأخیر. دیداراتون رو دارم میبینم، یعنی دیدارتون با تأخیره. یه پیشنهاد برای کار رو میبینم، یه کسی که شما رو به سمت پیشرفت مالی سوق میده.
به زودی شاید یه تغییرات مثبت خواهیم بود. اون کسی که شما رو داره تشویق میکنه خوب افتاده، شما هم ازش استقبال کنید. یه سفر واسه‌تون میبینم، سفر خیلی کوتاه مدت. اگه تو خونه کسی رو دارین که ازدواج نکرده، حرف ازدواج به میون میاد. مشغله های فکری شما رو اذیت میکنه، ولی شما به حد کافی شخصیتی دارید که میتونید به اوضاع تسلط داشته باشید. یه شخصی دور و برته که میخواد باید رقابت کنه. توی روابط احساسیتون دارم میبینم که یه نفر میاد یک چیزی رو میگه و باعث میشه که رابطه شما بهتر بشه. میاد انگار میانجیگری میکنه. انگار امروز نه انرژی فیزیکی داری نه روحی. انگار انگیزه برای برنامه‌ریزی نداری. بهتره که امروز یه مقدار به خودت استراحت بدی تا انرژی لازم رو به دست بیاری. توی تغذیت میبینم زیاد به خودت نمیرسی، غذاهای مقوی نمیخوری. یک رابطه بین شما که از دوستاتون یک جورایی به هم میخوره، اما نگران نباشید. وقتی که دوباره با اون شخص رو در رو بشید، همه اون کدورت ها رو به امید خدا فراموش میکنید و باز رابطتون میبینم که رو به خوبی میره. به زودی به یه جایی که پر از آرامش و آسایش هست سفر خواهی کرد. تو این سفر حال و هوات خیلی عوض میشه، حس شادی به دست میاری. بهتره همیشه سپاسگزار نعمتهای خداوند باشید. شما کلا آدمی هستید بی ادعا، یا آدم خاکی هستید، ولی متاسفانه مورد کم مهری اطرافیانت قرار گرفتی. از این بابت خیلی دلت به درد اومده و قصه میخوری، اما به مرور زمان با امید خدا مشکلاتت حل میشه. بهمنی عزیزم. ماه اسفند. سلام و درود به اسفندی عزیزم. امیدوارم که حال دلت امروز عالی عالی باشه. اسفندی عزیزم، قرار بر این شده که فال عمومی رو ساعت 12، فال قهوه ساعت 6 و فال چای رو ساعت 9 براتون توی کانال بذاریم. باز هم شما عزیزان نظرات خودتون رو توی کامنت ها بنویسید که آیا ساعتش خوبه یا نه، یا اگه ساعتی مد نظرتون هست رو بگین که ببینیم اکثریت نظرشون چیه که همون ساعت برای شماها فال رو بذارم. در ضمن از اینکه از کانال خودتون حمایت میکنی اسفندی عزیزم، خیلی خیلی ممنون و سپاسگزارم. توی فالت میبینم روزگار سختی رو انگار گذروندی، ولی گرفتاری ها و غم های شما به امید خدا تموم میشه. دیروزم بهتون گفتم تو فال قبلی به زودی شادی های زندگی نصیبتون میشه. فقط از دعا غافل مباشید و اینکه ناامید نباشید به هیچ عنوان. برای یک گروهتون یک ازدواج خیلی خوب رو میبینم برای مجردین، ازدواج پرنشاط و دلانگیز که یک زندگی خوب و موفق و سربلندی خواهید داشت و خوشبختی توی زندگیتون براتون رخ میده و به اون آرامشی که دوست دارین 100% میرسین. توی فالتون دارم میبینم اسفندی عزیزم به طور معمول شما از حرف زدن با دیگران یا کنارشون بودن لذت میبرید. انگار این روزها همه چیز عوض شده، حتی حوصله جواب دادن به تلفنم ندارید. انگار هم انرژی جسمیتون هم روحیتون خسته‌ایه، انرژی ندارین. بهتره که یه مقدار روحیتون رو عوض کنید، یه مقدار پیاده روی برین، یه تغییری توی زندگیتون بدین. بهترین زمان اینه که به سراغ دوستایی برین که خوب بودن و دوست واقعیتون هستن. اونا به شما کمک میکنن و کنار اونها یک نتیجه خوبی واسه شما اسفندی عزیزم داره. توی خانواده یک نفر رو میبینم که یک مشکل قلبی داره، انگار درگیره با این بیماری و شما یه جورایی خیلی دلنگران بیماری این شخص هستین. حواستون بیشتر باشه. انگار یه مقدار راجع به یه موضوع ناراحت و عصبانی هستی. دخالت‌های زیادی توی کار و زندگیت میشه و همین باعث نگرانی و ناراحتی تو میشه.
یه سفر توی راه دور داری، قرار همراه با شخصی برید که احتمال زیاد این سفر کنسل یا به تأخیر میفته. یه مشکلات قانونی داری که میتونه مربوط به خودت یا خانوادت باشه که توی این راه یک شخص قانونی مقداری به تو راه رو نشون میده و کمک میکنه، یک راهی بهت نشون میده، مشاورت میکنه، ولی هنوز این مسیر رو باید بری. همین باعث شده خیلی فکرت مشغول بشه. توی روابط احساسیتون با اینکه عشقتون دورا دور بهتون توجه میکنه، ولی در حال حاضر از یه موضوع ناراحته و دچار یه نگرانی و دودلی شده برای جلو اومدن. ولی در کل شخصی که من دارم میبینم به شما فکر میکنه و یه جورایی شما رو دوست داره. توی فالتون دارم میبینم یه نفر از رابطه شما میخواد سوء استفاده کنه. از این رابطه‌ای که دارین خب یه نفر داره سوء استفاده میکنه. و دیگه این که نسبت به یه موضوعی خب خیلی دست به دعا شدی و حاجت روایی داری، شبا خیلی فکر میکنی، نمیدونی با این فکر و خیال نمیتونی خوب بخوابی و فکر آینده انگار تو رو حسابی درگیر خودش شد کرده. با یه شخصی هم رو در رو میشی که اصلا توقع نداشتی. درباره یه شخصی غیبت کردی و ازش یه چیزایی گفتی که میری ازش حلالیت میگیری. تو برنامه غذایی از چیزایی که گرمه استفاده کن. در کل تو طالع روشنی داری. تشویش رو از خودت دور کن، کارها بر وفق مرادت میشه. اگه چیزی رو از خدا با تمام وجودت طلب کنی، اسفندی به اون میرسی. اگه قصد معامله داری برات خوب افتاده، یعنی انجامش بده، سودآوره برات. و دیگه اینکه هرگز توی زندگی سعی کنید دروغ نگید و اون چی که ندارید رو هی نیاد تعریفشو بکنید یا مثلا پوزشو بدید. از خودپسندی پرهیز کن. هر کاری که میخوای انجام بدی با خلوص نیت انجام بده تا انشالله مشکلاتت حل بشه. تو یک اسفندی هستی با یه قلب مهربون و دل پاک. با امید خدا روزی بیاد که دیگه هیچ مشکلی توی زندگیت نداشته باشی. از اینکه اسفندی عزیزم تا پایان فال منو همراهی کردین از همتون ممنون و سپاسگزارم. تا روز بعد و فال بعد بدرود عزیزانم.